سلام، من سید عادل عاملی، کارگزار رسمی گمرک هستم. در کانالم آموزش‌های بازرگانی در خصوص تجارت خارجی، واردات و صادرات میدم. اگر شما هم به تجارت خارجی، واردات و صادرات علاقه‌مندید، کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا وقتی آموزش‌های جدیدی در این راستا در کانال قرار میدم ازش مطلع و بهره مند بشید. در این ویدیو میخوام ماده 163 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی رو بخونم و نکات مربوطش رو توضیح بدم. در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهای گمرکی می باشد، دفتری برای ثبت کالای وارده از خارج و دفتر ثبت کالای داخلی بر طبق نمونه‌ای که از طرف گمرک ایران تعیین می گردد، نگهداری و صفحات آن از قبل توسط گمرک شماره گذاری و تعداد آن در اولین صفحه قید و توسط رئیس گمرک امضا و دفتر مهر و موم می شود. خب ببینید، این متن ماده 163 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بود که خوندم خدمتتون در ارتباط با فروشگاه‌های آزاد یا همون فری شاپ ها هستن. فروشگاه‌های آزاد یا فری شاپ ها در فرودگاه‌های بین المللی یا فرودگاه‌هایی که پرواز خارجی دارن یا در بنادر یا مبادی زمینی که از طریق اونها مسافران خارجی در واقع وارد کشور میشن یا یک سری مسافرین از ایران به خارج از کشور میرند، در چنین مبادی‌ای فروشگاه‌های آزاد یا فری شاپ ها تأسیس میشن. حالا فروشگاه‌های آزاد برای نگهداری کالاهاشون در خارج از فروشگاه‌های آزاد معمولاً انبارهایی دارن که تحت نظارت گمرک هست. در فروشگاه‌های آزاد هم یک سری کالاهای خارجی به فروش میرسه که معاف از پرداخت حقوق ورودی هستن. یک سری هم کالاهای داخلی برای مسافرانی که از کشور میخوان خارج بشن به فروش میرسه، اونها هم معاف از پرداخت عوارض صادراتی هستن. دو تا دفتر به نحوی که گمرک ایران تعیین کرده در اختیار انبارهای فروشگاه‌های آزاد قرار میگیره تا کالای داخلی رو که میخوان در فروشگاه‌های آزاد به فروش برسونن اطلاعاتش رو در اونجا ثبت کنن، یا کالای خارجی رو که از خارج از کشور صاحبین فروشگاه‌های آزاد یا همون فری شاپ ها وارد کردن میخوان در این فروشگاه ها به فروش برسونن، اطلاعاتش رو در چنین دفاتری که اشاره کردم از طرف گمرک ایران تعیین شده شماره گذاری میشه، پلمپ میشه، در اونها باید اطلاعات مربوطه رو ثبت کنن. این چنین دفاتری هم توسط رئیس گمرک امضا میشه و دفاتر مشابه دفاتر در واقع روزنامه و کل که کاربرد مالیاتی دارن پلمپ میشه. امیدوارم که از این مطالب خوشتون اومده باشه. اگر شما هم به حوزه تجارت خارجی، واردات و صادرات علاقه‌مندید و سوالی داشتید در کامنت ها برام بنویسید. من سعی میکنم در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشم. تا آموزش‌های آتی در این راستا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.